بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام، آرزومندم که صحتمند و سلامت باشید. فریبا احمدی هستم. در این ویدیو تجربه را در ارتباط به تشخیص محیط های تیزابی قلوی و خنثی با استفاده از اندیکاتور یونیورسل اجرا می نمایم. مواد و وسایل مورد ضرورت این فعالیت: کلسیم هیدروکساید، هیدروکلوریک اسید، مقداری از نمک، قاشق، میله شوردهنده، بیکر، پیپت یا قطره چکان، اندیکاتور یونیورسل و دستکش. روش کار چگونه است؟ در ابتدا در بیکرها مقداری از آب اضافه می کنیم. بعدا در این دو بیکر تیزاب هیدروکلوریک اضافه می کنیم، در یکی زیاد و در دیگری کم، یعنی که دو محلول تیزابی با غلظت‌های متفاوت آماده می کنیم. در بیکر دیگر مقداری از نمک حل می کنیم و یک محلول خنثی را می سازیم. در دو بیکر دیگر محلول قلوی با غلظت‌های متفاوت را آماده می کنیم. محلول ها آماده شد. میبینیم که همه از این محلول ها بی رنگ هست. اگر از قبل خبر نداشته باشیم، بناهن تفکیک و تشخیص این که کدامشان تیزابی، کدامشان قلوی و کدامشان خنثی هست مشکل می باشد. و ما در این فعالیت به خاطر اینکه بدانم محیط از این محلول ها را و همچنین پی ایچ این محلول ها را، از اندیکاتور یونیورسل استفاده می کنم. اندیکاتور یونیورسل را که به نام کاغذ پی ایچ هم یاد میکنه، یک وسیله بسیار ساده‌ای هست که میزان تیزابی و قلوی بودن یک محلول را از طریق تغییر رنگ نشان میدهد. در دستبندی کاغذ پی ایچ یک طیف رنگی وجود دارد که از 1 الی 14 درجه بندی شده که هر عدد مطابقت میکنه به یک رنگ متفاوت. هرچقدر محلول تیزابی تر باشه، پی ایچ عدد کوچکتر را خواهد داشت و هرچقدر محلول قلوی تر باشه، پی ایچ عدد بزرگتر را می داشته باشه. محلول هایی که نه خاصیت تیزابی و نه خاصیت قلوی دارند، یعنی محیط خنثی، پی ایچ مساوی به 7 را دارد. روش استفاده از اندیکاتور یونیورسل طوری هست که قطعه کاغذ یونیورسل را گرفته داخل محلول میکنیم، بعدا تغییر رنگ آن را با طیف رنگی مقایسه میکنیم و پی ایچ آن را مشخص میسازیم. حال میخواهیم محلول هایی که در اینجا هست پی ایچ آن را و محیط آن را تشخیص بدیم. pH 2 را داره و محلول تیزابی است.
pHش مساوی به 4 است. همچنان محلول یک محلول تیزاب ضعیف می باشد. pHش مساوی به 7 هست. pH 7 نشان دهنده محیط خنثی هست. pHش مساوی به 8 هست. نشان دهنده یک محیط قلوی ضعیف است. pHش مساوی به عدد 12 هست که نشان دهنده یک قلوی قوی می باشد. امیدوارم که فعالیت برایتان مفید واقع شود. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا اجرای فعالیت بعدی خداوند یار و نگهدارتان.